سلام و درود خدمت شما دوستان عزیزم. خوش اومدید به ویدیوی جدید کانال خودتون سکانس نما. توی این ویدیو میریم سراغ قسمت جدید از 10 سریال اعتیادآور که باید اونها رو تماشا کنید. لیست این ویدیوها انصافا خیلی خفنه. حتما تا آخر این ویدیو همراه من باشید. فقط قبلش حتما ویدیو رو لایک کنید، کانال رو هم سابسکرایب کنید تا بدون معطلی بریم سراغ ادامه ویدیو. شماره 10 ما یکی از ماندگارترین بهترین کمدین های تاریخ تلویزیونه، سریالی که مثلش هم وجود نداره. شیملیس یا بیشرم، سریالی که توی ژانر کمدی سیاه که از شبکه شوتایم منتشر میشد. دوستان به هیچ وجه این اثر رو با کسی تماشا نکنید، چون مطمئن باشید آبرو براتون نمیمونه. داستان این اثر در مورد یه خانواده از طبقه کارگر جامعه است. یه پدر دائم الخمر با 6 تا بچه‌ش. این پدر واقعا نمونه است دوستان. اینقدر مست و بیخیاله که بچه‌هاشو به امان خدا ول کرد و هر قسمت یه داستان یا بهتره بگم یه گندی رو بالا میارن و تلاش میکنن اون رو حل کنن. این سریال همیشه جزو بهترین آثار کمدی درام جهان دیده میشه و باید بگم بعد از 11 فصل پخشش تموم شد و طرفداراش رو حسابی افسرده کرد. نمره این سریال معرکه تا به الان از سمت مردم 8.5 از 10 و از منتقدین هم امتیاز عالی 82 از 100 رو دریافت کرده. اما در آخر اگه سریال باز اصیل باشید دوستان 100% این اثر رو میشناسید، اما اگر نیستین این سریال رو به هیچ عنوان از دست ندید. شماره 9 ما سریالی که از روی یکی از برترین، ماندگارترین و ترسناکترین شخصیت‌های تاریخ سینما ساخته شده. اکسپنس یا وسعت، سریالی که آروم اوج گرفت و در آخر مثل یک غول بی‌رقیب شد. سریالی که توسط 2 نویسنده هالیوود ساخته شد و توی 6 فصل هم به کار خودش پایان داد. داستان این سریال که اتفاقا سریال مورد علاقه مارتین یعنی خالق دنیای گیم آف درونز هم هست، در مورد افراد یه سفینه فضایی در یه روز معمولی، اونها یک کشتی فضایی متروکه رو پیدا می‌کنن که یک راز باستانی و خطرناک رو با خودش حمل می‌کرده، رازی که میتونه تمام بشریت رو از بین ببره. این سریال رو شرکت آمازون اون رو خرید و جوری ادامهش داد که امروز از این سریال به عنوان یکی از 10 سریال علمی تخیلی دنیا یاد میکنن. نمره مردم تا به الان به این سریال 8.5 از 10 و از منتقدین هم امتیاز عالی 95 از 100 رو دریافت کرده. شماره 7 یکی از پرسر و صداترین و پرحاشیه ترین و البته یکی از پرطرفدارترین سریال های چند سال اخیره. یوفوریا، سرخوشی، سریالی که شبکه کاربلد HBO اون رو ساخته و با همین 2 فصل تونست راه 100 ساله رو یک شبه بره. بازی‌های استادانه، داستان حساسش و جالب به علاوه سکانس‌های جنسی که میشه اونها رو نادیده گرفت، از 3 جنبه اصلی این سریالن. داستان این سریال در مورد گروهی از دانش آموزان دبیرستانی یک مدرسه است که درگیر روابط عاطفی و مواد مخدر و حاشیه میشن. همین موضوعات هم باعث میشه تا همه چیز در هم تنیده بشه. این سریال بعد از خاندان اژدها و گیم آف درونز پربیننده ترین آثار HBO. اما بریم سراغ امتیازات این اثر که مردم به این سریال تا به الان با 2 فصل 83 از 10 و منتقدین هم نمره 88 از 100 رو به این اثر دادن. اما در آخر بگم کافیه یه قسمت از این سریال رو ببینید تا شما رو معتاد خودش بکنه. سریال 6 ما یک سریال خفن و به شدت شیکه، درست مثل اسمش، سوتس یا کتشلواری ها. یکی از محبوب ترین سریال های دنیاست که سال 2011 شروع به پخش شد و تا 9 فصل هم ادامه داشت. کسانی که این سریال رو دیدن میدونن که اصلا دوست نداشتن این سریال تموم بشه. داستان این سریال در مورد یک جوان باهوش و زرنگ با حافظه خارق العاده است که بدون هیچ مدرکی حقوق و وکالت دنبال میکنه. اما داستان از جایی شروع میشه که به طور اتفاقی توسط خفن ترین وکیل نیویورک استخدام میشه و از همین لحظه داستان اون و راز مخفی شروع میشه. دیالوگ‌های سریع گاهن همراه با طنزهای طعنه‌آمیز به علاوه فضای پرتنش و شیک این سریال این اثر رو تبدیل به یک سریال با کلاس میکنه. اما بریم سراغ نمره‌های این اثر دوستان که از سمت مردم تا به الان امتیاز 8.4 از 10 و منتقدین هم امتیاز 91 از 100 رو به این سریال دادن. این سریال انقدر محبوب بوده دوستان که 2 سریال اسپیناف هم ازش ساختن و مثل اینکه حالا هم قرار نیست دست از سرش بردارن. حتما شما اگه این سریال رو دیدین نظرتون رو در کامنت ها برای من و مخاطبا بنویسید. شماره 5 و یک پیشنهاد اختصاصی از ما به شما: فساد، جنایت و مافیا، اون هم در ایتالیا. سوبورا، سریال ایتالیایی که سال 2017 در 3 فصل شروع به پخش شد. یک سریال به معنای واقعی خفن و گنگ که توی کوچه ها و خیابون های دل مافیا که در ایتالیا جریان داره. این سریال رو از یک فیلم به همین اسم که محصول سال 2015 است ساختن. داستان این اثر دوستان در مورد 3 جوان که در میان جرم و جنایت و خیانت و فساد برای کسب قدرت و ثروت رقابت میکنن. سریال از شروع به
شدت هیجان انگیز و نکته مثبتش اینه که تمام قسمت‌هاش این هیجان باقی میمونه. نمره این اثر از سمت مردم تا به الان 7.9 از 10 و منتقدین هم امتیاز کامل 100 از 100 رو به این سریال دادن. فقط کافیه یک سر به نظرات مردم بزنید تا ببینید چطور تمام کاربران عاشق این سریال شدن. حتما شما اگه این سریال رو دیدین نظرتون رو توی کامنت ها برای من و مخاطبا بنویسید. شماره 4 قاتل دوست داشتنی و یک شاهکار فراموش نشدنیه. دکستر که توی طرفدار کم از گیم آف ترونز نداره. دکستر از اون سریال هاست که قطعا جز بهترین های زندگیتون میشه. این سریال از سال 2006 تا 2013 توی 8 فصل ساخته شد و پخش شد. داستانش در مورد یک مردیه که تحلیلگر خونه توی پلیس میامه. در ظاهر یک مرد معمولی ولی در خفای قاتل حرفه‌ای و مخوف که البته اون افراد شرور رو مورد هدف قرار میده. یک اثر درام، جنایی و هیجان انگیز که با صدای درونی دکستر همراه میشه. بچه‌ها این سریال در کنار خشونتش طنز سیاه و جالبی داره که اصلا همین تنوع سبکش باعث تعصب طرفداراش شده. اما بریم سراغ نمره‌های این شاهکار که مردم به این سریال تا به الان امتیاز 8.6 از 10 و منتقدین هم امتیاز 71 از 100 رو به این اثر دادن. شماره 3 سریال بسیار معروف و بی‌رقیب در صنعت تلویزیون کی بلایندرز. شاید باور نکنید با این حجم از معروفیت از هر 5 نفر فقط 2 نفر رو تماشا کردن. یک داستان خیالی از روی یک باند واقعی به همین اسم. داستان در مورد یک باند خلافکار که در اواخر قرن 18 در انگلستان ساکن بودن. رفته رفته از یک باند خلافکار معمولی تبدیل میشن به یک امپراتوری قدرتمند در کشور انگلستان. خب که هرچه اونا قدرتمندتر میشن همونقدر هم دشمنای قوی‌تری براشون پیدا میشه. 4 فصل اول این سریال متعلق به شبکه BBC بود و بعد شبکه نتفلیکس حق ساختنش رو به طور مشترک خریداری کرد. نمره این شاهکار تا به الان از سمت مردم 8.7 از 10 و از سمت منتقدین هم امتیاز 93 از 100 رو به این سریال دادن. تا به الان 6 فصل منتشر شد و قراره تا سال 2026 با پخش سینمایی داستانش برای همیشه تموم بشه. اما در پایان این سریال رو وقتی تماشا بکنید میتونید معنی کلمه اعتیادآور رو درک کنید. حتما شما اگه این سریال رو دیدین نظرتون رو توی کامنت ها برای من و مخاطبا بنویسید. شماره 2 فرار از زندان سریالی در ژانر درام و هیجان انگیز در بین سالهای 2005 تا 2017 توسط شبکه فاکس ساخته شد و منتشر شد. فرار از زندان از محبوب ترین سریال ها در کشور ایرانه. دلیلش هم اینه که این اثر اولین سریالی بود که در شبکه نمایش خانگی عرضه شد و به شدت محبوب شد. داستان این سریال درباره 2 برادر که یکی از اونها برای قتلی که مرتکب نشده به مرگ محکوم شده و برادر کوچکتر با یک نقشه استادانه تصمیم داره تا برادرش رو نجات بده و در حال حاضر امتیاز کاربران فرار از زندان 8.3 از 10 و منتقدین هم 61 از 100 رو به این اثر دادن. همچنین رامین جوادی موسیقی متن استادانه این سریال برنده جایزه امی شد و خود سریال هم در سال 2006 جایزه بهترین سریال سال رو دریافت کرد. اگه هنوز این سریال رو تماشا نکردید یکی از جذابترین اثرهای زندگیتون رو از دست دادید. و اما شماره 1 سریالی که در ایران محبوب ترین سریاله مثل فرار از زندان گیم آف ترونز یا بازی تاج و تخت. سریالی در ژانر درام و فانتزی در بین سالهای 2011 تا 2019 توسط شبکه HBO ساخته و منتشر شد. داستان سریال درباره دنیای خیالی وستروس و جنگ خانواده‌ای اشرافی برای حکمرانی به تخت پادشاهی این قاره است. گیم آف ترونز در 58 کشور جهان پخش شد و همینطور رکورددار بیشترین دانلود غیرقانونی یک سریال در تاریخ اینترنت. محبوبیت این سریال به قدری بوده که در زمان پخشش تمام کارکنان کاخ سفید حتی رئیس جمهور هم کارشو تعطیل می‌کردن و این سریال رو می‌دیدن. گیم آف ترونز تونسته برنده 59 جایزه امی و یک جایزه گلدن گلوب بشه. در مجموع این سریال برنده 330 جایزه بین‌المللی و نامزد 634 جایزه مختلف شده. در حال حاضر امتیاز کاربران این سریال 9.2 از 10 و امتیاز منتقدین هم 88 از 100. اگه این سریال رو ندیدید حتما برید تماشا کنید و اگر این سریال رو دیدین نظرتون رو در کامنت ها برای من و مخاطبا بنویسید. خب دوستان امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. اگه هنوز قسمت اول 10 سریال اعتیادآور دنیا و 7 فیلم ترسناک رو ندیدید حتما همین الان برید توی کانال این 2 ویدیو رو تماشا کنید. برای حمایت از ما لطفا کانال رو سابسکرایب کنید تا هم به من انرژی بدید هم ویدیوها بیشتر دیده بشه. توی این روزهای گرم خیلی مراقب خودتون باشید عزیزان. تا درودی دوباره، خدایا و نگهدارتون.